به نام خدا، درود بر شما. وقت شما بخیر عزیزان همراه در کانال یوتیوب شهر فرهنگ. شریفی هستم و در اواخر آذر ماه سال 1403 در خدمتتون خواهم بود. فکر میکنم اولین ویدئوی غیر کوتاه ما در کانال یوتیوب این ویدیو باشه که هنوز ادبیات رو بررسی میکنیم. همونطور که قبلا گفته بودم به مسائل فرهنگی دیگه مثل موسیقی هم خواهیم رسید و البته از ملل دیگر هم و از فرهنگ‌های دیگر هم نام خواهیم برد. اما در مورد ادبیات ایران اجازه بدید که شروع کنیم با یکی از شهیرترین، ناماشناترین و قدرتمندترین نویسندگان و شاعران تاریخ ادبیات جهان، نه فقط ایران بلکه تاریخ ادبیات جهان، شیخ اجل سعدی شیرازی. من میدونم هر کسی که این ویدیو رو داره میبینه و علاقه‌مند به این موضوع هست قطعاً تا به حال نکات زیادی شنیده و اصلا توی دوره ما خیلی راحت هم این اطلاعات رو میتونه به دست بیاره. اما ما میخوایم که از منظری دیگر و نکاتی جدید یا خاص یا مورد توجه تر رو با هم بررسی بکنیم. اما سعدی، این نابغه ناطقه دوران، من خودم خیلی دوستش دارم. به این دلیل اولین موضوع هم همین بود در ویدیوهای بلند ما. آثار زیادی داره. عموما مردم با غزلیات و گلستان و بوستان آشنا هستند، اما غیر از این سه اثر آثار دیگه هم هست. مجالس خمسه، ترجیعات که یک قسمت از برنامه رو اصلا با تخصیص بدیم به قرائت ترجیعات که یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی هست. همچنین مراسی، قصائد عربی، مجالس خمسه، مجالس پنجگانه که مولوی مجالس سبعه رو هم داره و رسائل، مفردات، ملحقات، مثلثات. به این شکل قص الهازا زیاد هست در آثار شیخ اجل سعدی شیرازی. نکته که میشه گفت اینه که خیلی ها در طول تاریخ خواستن که شبیه سعدی اقدام بکنن. یکی از اونها مثلا جناب جامی بود که بهارستان رو نوشت، ولی به گفته بزرگان ادبیات به گرد پای سعدی هم نرسید در این مسئله، در نثر آمیخته به نظم، یعنی شعر و نثر با هم به پای گلستان نرسید. و یا بوستان که خودش یکی از نوادر ادبیات هست، در 4010 بیت در 10 باب که به رشته نظم در اومده توسط سعدی. و این مرد بزرگ که حتما دیدید یک تصویری از سعدی رو که نقاشی شده منسوب به سعدی، یک مرد لاغری هست که ریشه کمی هم روی صورتش داره. هوشنگ گلشیری یک مقاله‌ای داره که میگه که من فکر میکنم این شبیه ترین شخص به سعدی میتونه باشه با توجه به اون مکری که در تصویر و در چهره این نقاشی میبینم. این مرد تحت تاثیر چه کسانی یا چه کسی قرار گرفت در طول زندگی خودش؟ مسئله صاحب مکتب و صاحب معلم خیلی مهمه. قطعاً، طبعاً و یقیناً هر کسی که مکتب فکری خاصی رو دنبال میکنه به تبعیت میکنه یا به هر حال رگه های فکری از اون رو دریافت میکنه. سعدی در مدرسه نظامیه بغداد تحصیل کرده. میگه که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. ادرار به معنای هم مستمری و هم به معنای اسکالرژی، ریزش، تسلسل، یعنی همون تفکر امام محمد غزالی صاحب کتاب احیاء علوم الدین و کیمیای سعادت که در اون مدارس تعلیم داده میشد. سعدی هم دستاورد اون مدارس بود و از اونجا آموزش دید. خالی از لطف نیست که نگاهی کنیم به بوستان سعدی، چند بیتش رو با هم بخونیم و به حکایاتش هم خواهیم رسید و از اونها هم یاد خواهیم کرد. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا پوش پوزش پذیر. عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. نه گردن کشان را بگیرد به فور، نه عذرآوران را
براند به جور. وگر خشم گیرد ذکردار زشت، چو باز آمدی ماجرا در نوشت. بخش اول یا میشه گفت مقدمه بوستان هست که این ابیات رو الان شنیدید. بعد از این بخش به نعت رسول میپردازه، به حضرت نبی، و این شعر خیلی ملمع هم هست، یعنی آمیخته به زبان عربی. کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، و بر همین قاعده پیش میره تا میرسه به سبب نظم کتاب، که چرا این کتاب رو گردآوری کرده و نوشته. در حقیقت خودش: در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. تمتع زهر گوشه یافتم، زهر خرمنی خوشه یافتم. چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این خاک باد. تولای مردان این پاک بوم، بینگیختم خاطر از چین و روم. یا در بعضی نسخ شام و روم. دریغ آمدم زان همه بوستان، تهی دست رفتن سوی دوستان. به دل گفتم از مصر قند آورم. گویا قند یکی از سوغاتی های کشور مصر بوده. در غزلیات هم چندین بار این رو استفاده کرده، این اتفاق رو، یعنی سوغات آوردن از مصر. به دل گفتم از مصر قند آورم، بر دوستان ارمغانی برم. مرا گر تهی بود زان قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست. چو این کاخ دولت بپرداختم، برو 10 در از تربیت ساختم. اسم 10 باب کتاب بوستان رو در اینجا در ادامه میگه. یکی باب عدل است و تدبیر و رایه. من چند تاشو حالا بگم و بریم بخش بعدی. دوم باب احسان نهادم اساس. سوم باب عشق است و مستی و شور. چهارم تواضع رضا. پنجمین به همین شکل تا میرسه به باب دهم که در مناجات و ختم کتاب هست. و اما چند بیت خیلی مهم: به روز همایون و سال سعید، به تاریخ فرخ میان دو عید. 600 فزون بود 55، یعنی سال 655 هجری قمری، که پردر شد این نام بردار گنج. بمانده است بر دامنی گوهرم، هنوز از خجالت به زانو سرم. سرم رو روی زانو گذاشتم از خجالت، سر به گریبان بردن. اما مدح ابوبکر ابن سعد ابن زنگی استیلای مغول هم در ایران بود. همونطور که میگه: برون جستم از دست ترکان چو دیدم، جهان را برا شفته چون موی زنگی. چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی. کاملا قدرت رو به دست گرفته بودن مغولان، و این ترکان که توی این دو بیت اومد همون مغول ها هستند که سعدی ازشون نام میبره. میگه که وقتی اومدم دیدم که اون خوی وحشیگری ابتدا رو یه مقدار تعدیل کردن، اما به هر حال قوم نادان و وحشی بودن در حقیقت. حالا این کلمه وحشی رو شاید بار معنایی بدی هم داشته باشه، اما حقیقتا میشه گفت با اتفاقاتی که در حمله مغول در سال 616 هجری قمری اتفاق افتاد، در ایامی که احتمالاً سعدی نوجوان بود و از ایران خارج شده. و اما بخش بعد کتاب، بعد از سبب نوشتن این کتاب، میخواد مدح پادشاه زمان خودش رو بگه. ابوبکر ابن سعد ابن زنگی یکی از شاهکارهای سعدی در اینجاست که به شکلی مدح این پادشاه رو میگه که ای کاش مستقیم فوش میداد بهش، چون خیلی خیلی جسارت کرده و جسور بوده و غیور بوده در حقیقت، که اینطور گفته: مرا طبع گفتن بدین سان نبود، مرا مدحت پادشاهان نبود، یا سر مدحت پادشاهان نبود، ولی نظم کردم به نام فلان. فلان همون پادشاه هست. جسارت رو ببینید. مگر باز گویند صاحب دلان، که سعدی که گوی بلاغت رو بود، در ایام بوبکر بن سعد بود. حالا بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون هیچ عالی جنابی، شاهی قبله عالمی، خیلی جسارت میخواسته این شکل صحبت کردن. هم از بخت فرخنده فرجام توست، که ایام سعدی در ایام توست. درسته، تخلص این شاعر از این پادشاه اومده، اما در حقیقت در اینجا داره میگه که به این نحوی میگه که میشه اینطور معنی کرد که خوش به حال تو که در ایام سعدی هستی ای پادشاه. این کار جسارت میخواسته.
چه حاجت که 9 کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. مگو پای عزت بر افلاک نه، که خود صورت بندگی بر خاک نه. تو باید جلوی سعدی سرتو بذاری روی زمین، سر بندگی بر زمین بذاری. اونجایی هم که گفت که چه حاجت که 9 کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان، داره طعنه‌ای میزنه به ظهیر فاریابی که برای قزل ارسلان یک قصیده بلندی گفته و مدح و ستایشش رو به شکلی مشمئز کننده و متملقانه به جا آورده. در حقیقت 1000 بیتش مربوط به یک باب هست. باب اول در عدل و تدبیر و رای، سپس وارد ابواب دیگه میشه، یعنی 3000 حدود 3000 بیت باقی مانده در 9 باب دیگر تقسیم میشه.